با دستور وزارت معارف و علم تاجیکستان امسال مراسم زنگ کمالات در مکتب‌های همگانی کشور تنها با شرکت ختم کنندگان مکتب شاگردان صنف 11 محدود می شود. بر طبق این دستور مهلت برگزاری مراسم ویدا با مکتب 45 دقیقه در تالار مکتب برپا شده. والدان و خویش و نزدیکان مکتبیان به این مراسم راه داده نمی شوند. در دوره اوله من در خانه رفته گل میکنم توفه میکنم چیکار کنم، لیکن در مدرسه تماما ممکن نیست. تماما ممکن نیست. آمدن پدر و مادران قطعا معنی است. چون در دوره 45 دقیقه میگذرونیم، بعد از این به درس ها میروند. جاریشوی محدودیت در تجلیل زنگ کمالات در مکتب‌ها با قبول شدن قانون درباره تنظیم رسم و رسوم در تاجیکستان در سال 2007 ارتباط می‌گیرد. در برابر محدود شدن مراسم‌های عروسی و ختنه‌سور اینچنین برگزاری معرکه‌های پردبدبه را در مکتب‌ها هم منع کردند. در تاجیکستان بیش از 3,500 مکتبی میانه عمل می‌کند و هر سال بیش از 100,000 خواننده مکتب‌ها را ترک می‌کنند و برای آنها عید زنگ کمالات یک جشن خاص است. حالا همکارم زرانگیز نورشاه در خط با ما از دوشنبه است. زرانگیز، محدودیت در جشنگیری زنگ کمالات چندین سال است وجود دارد. مقررات نوی این سال جاری شده از چی عبارت است؟ بله، با دستور وزیر معارف خرامان امسال خوانندگان صنف‌های از 1 تا 10 در تاجیکستان کاملا از شرکت در مراسم زنگ آخر یا زنگ کمالات و خداحافظی با ختم کننده های مکتب خود محروم شدند. همکنون این چورابینی فقط در دایره محدود صنف‌های 11 و اون هم نه در صحن یا حولی مکتب و یا در جمع آمد ویژه، بلکه در یک صنفخانه یا مجلسگاه برگزار می شود. در این مراسم که از 45 دقیقه عبارت است، آموزگاران با خواننده ها صحبت آراسته از دستاورد و موفقیت آنها در طول سال صحبت میکنند. در این مدت صنف‌های دیگر باید در صنفخانه‌های خود با درس و یا آمادگی به امتحانات مشغول باشند. آمدن والدان و نزدیکان ختم کننده ها با گلدسته به تبریک فرزندانشان و تحفه سپاری به آموزگاران هم طبق دستور وزیر معارف امسال منع است. همچنین پدر و مادران در برابر آموزگاران هشدار گرفتند که در صورت رعایت نکردن مقررات و خرج اضافی برای زنگ کمالات مجازات می‌بینند. و همین ترتیب امسال خرامان جشنگیری از معرکه زنگ کمالات بازم محدودتر شد. اما این محدودیت را خود شاگردان مکتب‌ها چگونه قبول می‌کنند؟ البته در این زمینه هیچ پرسشی افکاری عامه انجام نشده است. خرامان اما از صحبت‌هایی که ما با ختم کننده‌های مکتب‌های میانه داشتیم، اکثر آنها که الکی به جمع آمد 45 دقیقه‌ای آمادگی دیده بودند ناراحتند. البته اکثریت از آن ناراضگی می‌کنند که آنها را از تجلیل خوب و خاطرمان آخرین زنگ در حیات مکتبی و همینطور بهانه برای خوشحالی و خیر و خوش با دوستان محروم می‌کنند. به قول ختم کنندگان در تمام جهان این روز با شکوه تجلیل می شود، اما در تاجیکستان با آنها اجازه نمیدهند که حداقل در داخل مکتب و در یک جمع آمدی با تنتنه 45 دقیقه‌ای و با رقص و سرود از این روز تجلیل کنند. تشکر به همکارم زرانگیز نورشاه و صحبت‌های مفصل را در این موضوع از برنامه آینده سازی هم شام جمعه و صبح شنبه بشنوید.